بچه امیدوارم حالتون عالی باشه. خوبید، خوشید، سلامتی. چیکارا میکنید، چیکارا نمیکنید؟ آقا جان، من واقعا درگیر یک سری مسائلم که نمیتونستم بیام. حالا یه تنبلی بوده یا خیلی از چیزای دیگه وقت نگرم. خلاصه بیام خدمتتون. امروز میخوام برم یکم اکسپلور کرد. اکسپلورای منم خیلی سمن، خیلی گفتنم. بریم با هم که ببینیم در اکسپلور من چه میگذرد. بریم که اولشو ببینیم. من گفته تا من میام همه جا خونه باید برق بزن و بدرخشه. واقعا حق تو کدوم سیل دست میشورید؟ تو کامنتا بنویسید که تو کدوم سیل دستتون رو میشورید. خب بذارید ببینم. انبه لازمه شد. فکر نکنم کسی دلش بخواد بشوره. توت فرنگی نه، من خودم دوست ندارم. هیچی بهتره. نارگیل این تقریبا شکل آبه، میتونیم ازش به عنوان تصویزن استفاده کنیم. پرتقال نه، جدی نه. آناناس هم نه. هندونه آخه بلوبری یا بلوبری. سم خالص فقط این. بریم ببینیمش. خودکاری شد و از برد سوپ بیده شد شکنش. در حقم بچهش هم میاد دونه. افتاد دنبالش. گرزیدش افتاد دنبالش. قاطی کردم به خدا. مرد زحمتکش. نتیجه این کلیپ همین بود. زنگ دنبالاست. بکنم بچهشون اومد از انا حالا بچهش گوره خری چیزیه. نه بچهش گربه از خودش. چی شد؟ حالا ما که نفهمیدیم چی شد. لایف هک، باز هم لایف هک داره اینجا نشون میده که چسب رو کنید بر روی شنا و باش اسلایم درست کرد و این آقا میره انجامش بده ببینه چه شکلیه. من خودم من فالوش دارم چون خیلی چیز و جالبه. ابتدا روی شنهای مریخ میریزیم. هم میزنیم و باز هم میزنیم. بله میسامش. بسید من زیادی نزدیکم. همه خواب من دارم در آرامش کامل برای شما فیلم میکنم. بچه هایی که این کلیپ چندششون میشه ازش لطفا ببرمش جلو. بچه سوست گرفته دستش. چندشم شد مامانش این دلش باید بهم بگیره. رقص فرمونی
ماشاءالله. این رقص نونوری ها برام اجرا کنه ادیتور. ماشاءالله. شباش شباش. فرمونی دوستان، رقص فرمونی بندر. این بود از اکسپلور سمی من. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا دیدار دیگر، بدرود.